کی گفته که برکت و فراوانی فقط پوله؟ اون چیزیه که همه شماها به اون نگاه میکنید، از جمله خود من خیلی از اوقات، اینی که فکر میکنیم برکت و فراوانی حتما پول و ثروته. نه نیست، نه نیست. برکت و فراوانی حتما نباید در قالب پول این انرژی خودش رو تو زندگی ما جاری کنه. باور کنید زمانی که رفع بلاست، در جایی حرکت میکنی، تو اتوبان در حال حرکت هستی، اتفاقی میفته و تو به سلامت از کنار اون واقعه و سانحه عبور میکنی. در طول روز بارها و بارها این اتفاق میفته و تو امنیت کامل داری زندگی میکنی. متوجه نیستی؟ این برکته. برکت زمانیه که خبر میاد که حال مادرت خوبه، احساس خوبی داری از اینی که متوجه میشی مادرت حال و احوالش خوبه، مشکلی نداره. برکت اینه. حتما نباید در قالب پول خودشون نشون بده. حواستون رو جمع بکنید. این زندگی به شکل‌های مختلفی انرژی مثبت رو کائنات به شما هدیه میکنه. تو دنیای سه‌بعدی، تو دنیای مادی فراموش کنید که حتما باید پول رو به دست بیارید.